باشندگان یک روستا در غور به هزینه شخصی کار ساخت یک پل را آغاز کردند. باشندگان منطقه قدس شهر فیروزکوه میگویند که آنان کار اعمار این پل را به هدف دسترسی مردم به خدمات بهتر صحی، اجتماعی و رفع مشکلاتشان آغاز کردند. امروز شاهد افتتاح پل کهنه سابق مربوط قریه دین قدس هستیم و قبلا ما مردم از راه بسیار سخت سبل عبور در شهر رفت آمد میکردیم و مشکلات زیادی بود. امروز فضل خداست که مردم از هزینه شخصی خود میخوان پل را اعمار کنند که ما مشکلات ما تا حدود 90% حل میشه و با آسانی به سرک پخته دسترسی داریم و میتونیم به داخل شهر مسئولات زراعتی خود و کاروبار خود با آسانی و حتی شاگردایی که از مکاتب داخل شهر استفاده میکنن یک سهولت باشه. برای کسایی که زراعت میکنن و تجارت میکنن هم یک سهولت است و پل از هزینه خود مردم به هزینه 3 میلیون افغانی ساخته میشه که هم از جیب خود مردم پرداخت میشه. به گفته آنان کار ساخت این پل بیش از 3 میلیون افغانی هزینه دارد که از سوی مردم پرداخت می شود. هزینه از این پل از خود مردم پرداخت میشه و این توسط خود مردم جمع‌آوری میشه و این پل حدوداً مبلغ 30 لک افغانی برآورد شده از طرف انجینرها و مردم حاضر هستند بسیار صادقانه کار میکنند در این قسمت. به خاطر از اینکه مردم مشکل داشتند به خاطر عبور و مرور از بوکای دریا راه خامه بود، همیشه خراب میشد. بنان مردم همت کردند، مردم پیسه را پرداخت میکنند و این پل توسط مردم به صورت پخته و اساسی که موتر بتونه حتی موترهای باری رفت آمد بتونه و از این طریق بیای از این سرک پخته به شهر وصل شوند. این کار مردم است و مردم تصمیم گرفتند ان شاء الله که 100% تا آخر سال تکمیل میشه. ان شاء الله تعالی با گادر و با سیمیت و به سیخ گل تصمیم داریم که ما این رو جور کنیم که بتونیم مشکلاتی یک تقریبا بودی 10-15 قریه از جمله تسرقه یا قطس‌های قطس بلند، قطس اولیا، سفلیا، دهن قطس و پوزلیش و تله و شخلمند و حتی از بادگاه از این مسیر رفت آمد میکنن به طریق نرک‌ها اینا میرن کشتکارش هم اینجا به خیلی مشکلات‌های داشتن. این خیلی یک سهولتی برای مردم ایجاد میشه. ما ورده جانتون کوشش کردیم که همین مشکل مردم از طریقی مردم بعد رفع شود. ما انتظاری نکشیدیم که امارات اسلامی یا کدام مؤسساتی ورده جانتون بیای با ما کمک کنه. این به همت مردم به فداکاری مردم ما هم به همراه همزا همکار هستیم تا دل جان ورده ما به یه همکاری از ورده حاضریم که ما این پل به اکمال برسانیم. مسئولین شرکت قرارداد کننده نیز میگویند که این پل حدود 14 متر طول و بیش از 3 متر عرض دارد که بالای دریای هریرود با هزینه شخصی مردم تا ختم سال جاری تکمیل و مورد بهره برداری سپرده خواهد شد. مسئولیت تکنیکی پل به ما سپردن. خدا کنه که اجر زیر خداوند برای ما بده. دیگه این پل به طول 14 متر به عرض 4 متر و ای از آهن کانکریت ساخته میشه. دیگه این پل هزینه‌اش از طرف خود مردم است. مردم همت کردن. دیگه ما تقاضای ما از خیرین و تجاری است که در ارتباط از پل کمک بکنن و این صدقه جاریه است و همیشه این به دردشان میخوره. والی غور نیز از ساخت این پل و رفع مشکلات چندین قریه از سوی مردم استقبال کرده و از همچون پروژه های عامل منفعه اعلام حمایت نمودند. از این اقدامتان تشکر میکنیم که به پل شخصیتان، به کمک شخصیتان، به مال شخصیتان، به همت شخصیتان تصمیم گرفتین که این همه پل جور کنین، مشکل خیلی مردم را حل کنین. یک راه عامل منفعه است که هر مسلمان از این میتونه که همیشه استفاده بگیره، مریض باشه، مسافر باشه، پیر باشه، جوان باشه، زن باشه، مرد باشه، حیوان باشه، انسان باشه، موتر باشه، هر کسی از همین پل مرور میکنه. این ثوابش برای کسی که حداقل یک دعای خیر کرده باشه، چه جایی برای کمک مالی کنیم. کار ساخت این پل در حال آغاز می شود که باشندگان بیش از 15 قریه با مشکلات زیاد مریضان خود را به مرکز شهر می رساندند. باشندگان این قریه همچنان از تاجران و شرکت ها می خواهند تا در ساخت پروژه های عامل منفعه آنان را همکاری کنند. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.